سلام و وقت بخیر. حکومت افغانستان میگوید گروه‌های مخصوص نیروهای پاکستان در جنگ افغانستان به طالبان مشوره میدهد. همراه را ساله معاون نخست رئیس جمهور غنی بار دیگر پاکستان را متهم به پشتیبانی طالبان کرد. عبدالرب رسول سیف رهبر پیشین جهادی میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی مدافعین عزت و خاک افغانستانند و گفته است با جان و مال خود در حمایت از آنها در برابر زورگویان، ظالمان و متجاوزین ایستاده شوید. آمریکا میگوید روابط خود را با افغانستان گسترش میدهد. راس ویلسون سفیر آمریکا در کابل گفته است که هیچ وقت اجازه نخواهد داد که دستاوردهای 20 ساله با خطر مواجه شود. حکومت افغانستان میگوید که روابط القاعده و طالبان نسبت به گذشته محکم‌تر شده. وحید عمر مشاور رئیس جمهور غنی گفته است که طالبان و القاعده یکی است و به یک گفته عمل میکنند و بر اساس قوانین اساسی کشور و فرمان رئیس جمهوری 10 شهروند خروجی تابعیت افغانستان را کسب کردند. وزارت عدلیه میگوید که این 10 تن شهروندان کشورهای مختلف جهان